مسیحی گرفت و از مسلمانی روی گردانید. چه این کارو میکنی؟ چه آب روی استراحت نمیرزونی؟ تمام تاجیکستان من ستاره شهرستان استرامشان. تو خودت استراحت شهرستان اگه استراحت میگه که حرام و حرامزاد نیست که الله کتی پروتی فرود. یک گپای میزنی که دادر که شما آدمای همیشه آدمای چی بودن؟ یک پرسیوتیون آدم بودن، دانشمند بودن آخه. اونم الحمدلله دانشمند رتبه استراحت فخر می‌کنیم نه که ما رحمت الله همه خشودگی. الله ما قرآن فرستاد و قرآن الله خونده یکتی شدیم. همین که دی راضی واسه کرگی. مکتبای دستم کیما مکتبای شهرستان و استرامشان و قرآن نمیخونن. ما مکتب نخوندگی ما با غیر از مکتب پدرام و باباام افتگی. اما شما مکتب نخونید اما رسیه به دربدر شده گشتید پایا. یعنی نرمال نمیدونم. نفهمیدم. همین مکتب نخوندید بازم در روسیه در بدر ویروسا غریب شده گشتید آخه. همین نرمال نه آخه. بهتر است یک دانش می‌آوردید بهتر بود. من الحمدلله یگان خیلی غریب نیم. من روسیه با ها نه که من یگان غریب خودم نمیم. غریب اون آدمه که هر چیز با احتیاج دارد. من یگان چیز به احتیاج ندارم. من الحمدلله همه چی هست. کلمه غریبی گفته میگن که از وطن دور باشی. من تو غریبی با نگشتی نوشه این خبر. تو اوکراین ما گشتی که من شهروندی اوکراین و من شهروندی رکیم کیاس دیگه درگی. زنچید منم شهروندی همینجا پاسپورت چگیرم همین من ازمینیت میکنه. اگر من شهروندی روسیه گیرم زنچید منم غریب نه. رای نه. بله. تمام اگه نه یک سال دو سال پس میگیریم اینا الحمدلله مرام غریبی دنه وطن خود بوده میشه. مالش همین الله تو را چی بدی کرد؟ همین الله تو را چی بدی کرد که تو پروتفی الله میزنی؟ تو چوستوی 3 میلیارد آدم کتی مقصد چی میکنی؟ چوستوی 3 میلیارد آدم کتی بازی دینی ما اجازت میده. دینی ما را ابیازین میکنه که اگر آدمی که دینی ما را دشنام کند مخالف الله ما براید مخالف رسول ما براید ما او را باید گیریم کشیم. کسلی بود یعنی که یک مرده کیم که مردگی گذشتگی محمد از والدینشان بسیارتر دوست داشت. محمد این دنیا به نمی آمد گوش کن. محمد این دنیا به نمی آمد زنکای زنده به زنده گور میکردن نسل تا حاضر نمی رفت تازه نفس اوکراین میرم میام تیا والله بالله تعالی قسم اگر همین دستی من بافتی رو پرم روی سر تا میبرم ان شاء الله همه حراموار میموره همه حراموار با روز قیامت. السلام علیکم دولای محترم. با سوال ما جواب دهید که مولای محله ما در امر معروفش طبق رسول الله عمل و زندگی کنید میگوید اما خودش ناس میکشد. 32 دندانش از طلا کردگی آیا رسول الله ناس میکشید؟ یا دندانها شکسته بود از طلا دندان کرده بود؟ کلانسالان یک چند مراتبه گفتند که اقلاً همان ناست را پنهانی کش همین را هم نمیکنه. در وقت امر معروفش دغلانه سخن میگوید که شما مسلمان نیستید. به خدا قسم از 33 بار زیاد سبحان الله گویی میگوید گناه است. آیا این درست است یا درست نیست؟ البته امروز اکنون دیگر جای غیبت نیست گوییم، جای سنگ زدن نیست. امروز در محراب ها نازکش ها عرق نوش ها و بعضی زیناکارها هم نماز مردم خوانده می‌دهند. هم یک داغ روز است، یک داغ حیات ما و شما هست که این گونه پیشوا را ما و شما صاحب هستیم. خوب میشد که همون پیشوا چنان عملی میکرد که دیگرها از عمل او عبرت میگرفتند.
وقتی که پیشوا نازکش باشد یقین دان که قومش هم نازکش می شود. ملا امام غیبتگر باشد قومش غیبت کننده می شود. اونا همون ملا را دیده عبرت می گیرند. و دندان طلا هم حرام است. اگر دندان طلا را به عذر کسی که دندان میکند، دندانهای همین زیبای خداداده که دارید، اگر بالای اینها طلا میکشد این هم حرام است در اسلام. گفتی مولانا گاه یک شعرخوانی دارد، میگد راحت دنیا زن و دندان بود، بی زن و دندان جهان زندان بود. راحت دنیا زن و دندان بود. این دندانهای خداداده که امروز ما و شما داریم، وقتی با این هر یک طعامی را که میخوریم مزه طعام میفهمیم، لیکن وقتی بالای این ما و شما طلا که کشیدیم از لذت همه طعامهای نعمتهای پروردگار محروم میمونیم. این یک زمانی بود که گفتی بچه ها در ماده بود که اگر دندان طلا کنی خیلی گویا که این جوان زیرک و جوان پولدار و جوان مالدار است. لیکن امروز مردم خیلی پیشرفت کردن. امروز ببین دنیای امریکا، دنیای همون طرفهای دولتهای مترقی را ببینین، یگان نفرش دندان طلا ندارد. اونو خیلی در معرفت و فهمیش از ما و شما بلند رفتن. اگر همین دندان طلا فایده آور میشد، هر آینه انا همونها دندانهاشون طلا میکرد. برای این جوانای عزیز هیچ وقت میلی در دندان طلا نکنید، فقط همین دندانهایتان محافظت کنید. به خدا قسم یک دندان انمین خداداده که در دهان دارید از 1000 دندان طلا باور کنید بالاتر است. از 1000 دندان طلا. این بسیار نعمتی بلند است. لیکن اون برادرایی که مردم نمازشون میخونین میدهین، از نازکشی و از سیگاریت کشی و از دیگر اخلاقهای بدی که دارین، از اینها دور باشین. دور باشین که در پیشگاه پروردگار جواب میگویید. ناس امروز در کتابهایی که الحال در دست من است، شیخای عرب حکم حرام دادگیند، حکم به حرام دادن. وقتی از این حرام پروردگار که وقتی تو استفاده میبری، تو در پیشگاه خدا جوابگر هستی. داملای محترم، سوال من همین است که اگر شخصی در وقتش با کدام سبب روزه ماه شریف رمضان را نگرفته است، میخواهد که قرضهایش را گیرد، همان روزی که روزهش قرضی گرفته است و با کدام سبب همان روز روزه را خورد، آیا کفارت می شود؟ نه، وقتی که ما زمانهایی که روزه نگرفتیم، تماما روزه نگرفتیم، پس امروز میخواهیم که همون روزه ها را قضا روزه گیریم، پس به کفارت هر ماهش تا 1 ماه روزه میگیریم. چند سالی که خورده باشیم، 5 سال خوردیم، 6 سال خوردیم، اگر چندی که کفارت معنای این ندارد که در یک روز 61 روز باید روزه گیریم. اینا وقتی انسان هایی که روزه میگیرند و قصدن همان روز میشکنند، برای اونها کفارت است. لیکن برای کسانی که تماما 1 ماه را روزه نگرفتند، نمیفهمیدند، ماهیتش نمیدانستند، ثوابش نمیدانستند، امروز که آگاه شدن میخوان که قضا گیرند، در 1 ماهش 1 ماه روزه گیرید، بس از کفایت میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم آقای حاجی مرزا. سگ در خانه دارم، برای پاسبانی یک عمل آن مرا بسیار در تعجب آورده است. در وقت اذان بلوچوک میکشد، آیا این خاصیتی بد دارد؟ خداوند گناه شما را آمرزش کند. آمین. من دانشجو هستم، در حق ما هم دعا کنید. خداوند شما را ذهنی ذکی و علم نافع نصیب کند. لیکن بلوچوکی سگ هیچ ضرری ندارد. هر حالتی را که اگر سگ در خانه ها بلوچوک میکشند، این یگان زیان و ضرر ندارد. السلام علیکم آقای حاجی مرزا. من یک نفر مخلص شما، من بیمارم، آب بر روده ام ضرر دارد، من فقط این خیل طهارت میکنم،
خب به خاک خاک کرده و دوام